طاهر قدرتزاده رئیس هم‌اکنون سابق ناحیه جبار رسولوف بعد تقریباً 1.5 ماه بازداشت از سوی ماموران آژانسی ضد فساد ولایت سوخت رها گردیده است. و در صادر کردن چندین حالت قلابی و سوء استفاده از وظیفه‌اش در زینه اولی دادگاه گناهکار دانسته شد، اما طبق همین حکم دادگاه فوراً از حبس آزاد گردید. در این باره چند از منبع‌های معتمد رادیو آزادی در آژانسی ضد فساد و دادگاه ولایت سوخت اطلاع دادند. در برابر این رادیو آزادی با نامه رسمی اول همین ماه به آژانسی ضد فساد در تاجیکستان مراجعت کرده است و با دسترس شدن معلومات بیشتر آن را علاوه خواهیم کرد. به گفته همصحبتان ما، یک دادرس شمال تاجیکستان را به پرداخت جریمه در حجم بیش از 240,000 سامانی و تقریباً 5 سال از حق کار در اداره‌های حکومتی محکوم کرد. در حکم دادرس حجم جریمه از این هم زیادتر نشان داده شده است، ولی در عوض چندین روز در بازداشتگاه نگه داشته شدنش آن را کم کردند. با این وجود حکم قوه قانونی نگرفته و در زینه بالایی بررسی می شود. اما فعلا وی به حیث سردار مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت سوخت کار میکند و خودش در صحبت حضوری آماده نشد درباره قضیهش به ما گپ زند. قدرتزاده در مدت 4 سال رئیسیش در یک ناحیه مرزی ولایت سوخت توسط میانه‌روها از چندین منصبدار و ساکنان محلی مبلغ گرفته است. در عوض آن چنانچه در پرونده نشان داده شده است، برای اشغال منصب‌های معاون رئیس ناحیه و یا مدیر شعبه معارف در دایره وکالت خود پیشنهاد کرده است. یک حالتی برای دادن 10 صد یک زمین کشاورزی به ساکن ناحیه در عوض رشوه قید گردیده است. معلوم نیست که آن نفران به وظیفه‌ها تعیین شدند و خواسته‌های خود را گرفتند یا نه، اما او برای به طور جدی پایمال کردن حقوق و منفعت قانونی نامبردگان عیبدار دانسته می شود. این مقامدار ولایت سوخت در حال با حالتهای زیادی قلابی و سوء استفاده از وکالت‌های منصبی گناهکار دانسته می شود که در دوره رئیسی او رشوه‌ستانی بین رهبران اداره‌های ناحیه جبار رسولوف چشم‌رس گردید. مسئولان آژانسی مبارزه با فساد از این نگاه این ناحیه را منطقه آسیب پذیر نامبر کرده بودند. خودش در نشست‌های خبری رشوه‌ستانی زیردستانش را واضح شرح نمی‌داد. اما فقط این ناحیه در ولایت سوخت با مشکل فساد مالی روبرو نیست. سازمان و کشورهای غربی حکومت تاجیکستان را سالها باز برای رواج کروپسیا و خویش و تباربازی در سراسر جمهوری تنقید می‌کنند، چیزی که نمایندگان دولت پیوسته رد می‌کنند و یا تصویری از بودش بیشتر می‌دانند. با این حال در ردبندی نوی شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال درباره فساد و رشوه‌خواری، تاجیکستان امسال 4 زینه پایین رفت. این به معنای هرچی بیشتر ریشه پهن کردن این ظهورات خطرزا در اداره‌های دولتی میباشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.